الان گوشیت هی از 4G میره رو 3G، ولی دنیا داره خودش رو برای نسل ششم اینترنت همراه آماده میکنه. یعنی 6G. سرعتش چقدره؟ تا 1 ترابیت بر ثانیه. یعنی یه فیلم با کیفیت 4K رو کمتر از 1 ثانیه دانلود میکنی. اما فقط سرعت نیست، تأخیرش تقریبا صفره. یعنی برای بازی آنلاین، واقعیت مجازی یا حتی جراحی از راه دور یه جهش واقعیه. توی حوزه بهداشت، ایمپلنت‌ها لحظه سلامتی بدنت رو چک میکنن و پزشک میتونه از اون ور دنیا عمل جراحی انجام بده. توی شهرهای هوشمند ترافیک به صورت خودکار کنترل میشه و مصرف انرژی هم بهینه میشه. ماشینا هم خودشون با هم ارتباط میگیرن که یه وقت تصادف نکنن. حتی تجربه ما هم متفاوت میشه. تماس تصویری، تماس هولوگرافیک با تصویر سه‌بعدی طرف مقابل. حالا کی تو این رقابت 6G جلوتره؟ چین با شرکت‌های هواوی و ZTE، آمریکا با کوالکام و پروژه نیکس‌جی، کره جنوبی با سامسونگ و حمایت کامل دولت، ژاپن با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت و اتحادیه اروپا با نوکیا از فنلاند و اریکسون از سوئد. هنوز تا عرضه 6G زمان زیادی مونده، ولی وقتی که بیاد یکی از بزرگترین انقلاب‌های دنیای فناوری محسوب میشه. فکر می‌کنی اولین شرکتی که گوشیش رو با 6G عرضه میکنه کیه؟ برام بنویس.